سلام، عرض ادب و احترام خدمت دوستان و همراهان عزیز گروه مشاوره نوشدارو. در خدمت هستیم با کارگاه آموزش برنامه ریزی ویژه کنکور سراسری و امتحانات نهایی 1405. در این کارگاه میخوایم که برنامه ریزی رو به عنوان مهمترین اصل مطالعاتی شما برای کنکور بهتون آموزش بدیم که چطوری برنامه بریزین تا بتونین این گام مهم رو خودتون انجام بدین. تو این کارگاه مواردی که یاد میگیرین شیوه برنامه‌ریزی شخصی هفتگی و روزانه هستش، گام‌های نوشتن برنامه درسی هفتگی و روزانه به صورت آموزش مرحله به مرحله و عملی، شیوه انتخاب پلن بلند مدت برای کنکور، شیوه تبدیل برنامه بلند مدت به برنامه کوتاه مدت شخصی سازی شده، هماهنگسازی برنامه مدرسه، کلاس و آزمون، اصول برنامه ریزی که باید رعایت کنین توی برنامه هاتون، زمان مناسب برای تستنی و مرور در برنامه درسی، روش برنامه‌ریزی برای دروس عمومی اختصاصی امتحانات نهایی و هر چیزی که برای نوشتن یک برنامه درسی برای کنکور بهش نیاز داریم. خب اول چرا برنامه ریزی؟ ببین ما به چند دلیل برنامه ریزی میکنیم. یک، توی سال کنکور باید یک دونه هدف داشته باشین که با اون هدف برسین. همین برنامه بلند مدت یا سالانه شما رو شامل میشه. تمام مسائل خودتون رو باید با اون هدف تنظیم کنین و برای امر یک برنامه نیازه. چرا؟ چون شما مثلا یه هدفی میگیرین که مثلا تا آخر فروردین من درسامو تموم میکنم. خب این یه هدفیه، تمام مسائل خودتون باید متناسب با اون هدف باشه، پس براش باید یه برنامه بریزین که تا کی چی رو تموم کنین و این فواید برنامه ریزی: یک، به آرامش میرسین چون که میدونین دارین چی کار میکنین، کارهاتون آسون تر میشه، کارهاتون منظم میشه و جهت میگیره. خب ما 3 مدل برنامه درسی داریم: بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت. بلند مدت همون برنامه سالانه هستش که الان توضیح میدم. برنامه بلند مدت برای کل سال کنکوره و در واقع پلن اصلی شما برای کنکور سراسری هستش. برنامه میان مدت ناخودآگاه بر اساس اون ساخته میشه، برنامه ماهانه یا مثلا حالا 2 هفته یک بار یا شبیه به این. خب میتونه یکی از موارد زیر باشه: برنامه مطابق مدرسه‌تون باشه. اگه مدرسه‌تون مدرسه خوبیه، کنکور محوره، دبیره مدرسه‌تون یه جوری برنامه رو پیش میبرن که به کنکور برسین، میتونه انتخاب بتون باشه. برنامه آموزشگاه کنکور حضوری یا آنلاینتون میتونه باشه و بهتون بگم هر درسی متفاوته. شما یه درس میتونید با برنامه آزمایشی پیش ببرین، یه درسی ضعیفین میخواین کلاس ببینین با برنامه کلاس. برنامه مشاوره و یا تلفیقی: مهمترین مسئله اینه که نباید بیشتر از یه پلن بلند مدت داشته باشین. تا جایی که میتونین 2 تا پلن رو با هم هماهنگ کنین، مثلا کلاستون رو با آزمون هماهنگ کنین، اما اگرم نشد باید یه دونه رو انتخاب کنین. خب اصول برنامه ریزی درسی: اصل اول ما تعادل. اول من اصلا رو نشونتون بدم. خب ما یه اصل تعادل داریم، یه تنوع، یه دونه واحد زمانی، استراحت و تفریح، خواب، ترتیب مطالعاتی که هر کدوم از اینا الان خدمتتون توضیح میدم. تعادل مطالعاتی: ببینید هر چقدر که درصد شما با یه میانگین ثابت پراکندگی کمتری داشته باشه، خب رتبه بهتری کسب میکنه. یعنی یکی که میانگین درصدش 50، خب ولی مثلا یه درسش 80، یکی 30، یکی 20، یکی 60، خب نسبت به یکی که درصداش میانگینش باز 50 ولی مثلا درصداش بین 45 تا 55 60، اونی که پراکندگی کمتری داره درصداش نسبت به هم رتبه بهتری کسب میکنه. بنابراین تو اصل طالب باید دقت کنید که درس ها به میزان اهمیتشون و اون چیزی که نیاز دارن مطالعه بشن، نه اینکه همشون برابر باشن. اهمیت چیه؟ همون ضرایب. اینجا شما ضرایب
دروس تجربی رو میبینین، ریاضی 7، زیست 12، فیزیک 7، شیمی 9 و زمین 1. اون 36 هم مجموع ضربه. حالا شما میان چیکار میکنین؟ میگین آقا من 40 واحد، خب 40 واحد که حالا واحد رو در ادامه توضیح میدم، این هفته میتونم درس بخونم، 40 واحد میتونم درس بخونم. خب شما کلا 36 واحد داری اینجا. برای درس ضریب 7 ریاضی فیزیک میشه 7 8 واحد. حالا یکیشو 7 بزن یکی 8. درس زیستتون ضریب 12 داره، میشه 13 14 واحد. درس شیمیتون میشه 10 واحد و زمینشون یکی 2 واحد. خب برای رشته ریاضی هم اینجا حساب کردیم، هیچ فرقی نداره، اینو باید خودتون حساب کنید. خب و در نهایت برای رشته انسانی تعادل مطالعاتی. یه نکته، دروس عمومی فقط امتحان نهایی داره. پس اگه پای 12 یا برای امتحان نهایی شرکت کردین 10 الی 20% از واحدهای مطالعاتی هفته‌تون رو تا پایان دی ماه، حالا بعدش هم در ویدیوهای بعدی توضیح میدم، به دروس عمومی اختصاص بدید. یه نکته بگم، اگه هم 11 و هم 12 رو میخواین نهایی بدین، این درصد بین 20 تا 30% باشه. اگه فقط 12 10 الی 20%. برای امتحانات تشریح دروس اختصاصی نیاز به اختصاص تای مطالعاتی جداگانه نیست. چرا؟ ویدیوهای روش مطالعه به زودی توضیح میدن. شما وقتی یه درسی رو واسه کنکور میخونی، واسه نهایی هم باید آماده بشی براش، تا تایم جدا نذاری، پراکنده نشی و اذیت نشی. خب اصل بعدی، واحد زمانی مطالعه. ببینید یه نموداری اینجا براتون گذاشتم، میگه که تو بازه های اولیه و انتهای مطالعه بیشترین یادگیری اتفاق میفته. هر واحد مطالعاتی داره 2 بازه یادآوری، بنابراین وقتی که شما واحداتون زیاد باشه، بازه های یادآوریتون زیاد میشه. برای واحدهای مطالعاتیتون من اینجا نوشتم که مطالعه طبق عادت بین 75 تا 90 دقیقه باشه، استراحت 15 دقیقه باشه. یعنی شما 75 الی 90 دقیقه درس بخونین و 15 دقیقه استراحت کنین. یه نکته مهم، خیلی مهم، لطفاً دقت کنین که استراحت کنین. استراحت کردن با اون چیزی که شما فکر میکنین متفاوته. استراحت این نیست که شما بشینین 75 دقیقه درس بخونین، بعدش بیاین چیکار کنین؟ خب یه رو وقت دارن، این یه رو برین اینستاگرام، بیاین تلگرام چت کنین، برین پیامک بازی کنین، برین بازی ویدیویی بکنین، نمیدونم برین هر جستجو بکنین. نه اینا استراحت نیست بچه. استراحت یه ما میگیم منظورمون اینه که مغز در حالت استراحت قرار بگیره. استراحت مساوی درس نخوندن نیست. اینو ما به اشتباه متاسفانه یاد گرفتیم که استراحت بین درس اینه که درس نخونیم، یعنی هر کاری بکنیم به غیر از درس خوندن، ولی ربطی نداره. شما ممکنه یه کارایی بکنین از درس خوندن انرژی بیشتری از مغزتون بگیره، حالا اگه از بدنتونم نگیره که گاهن میگیره. خب بنابراین دقت کنین، استراحت یعنی 3 تا اصل: قند، تنفس، جریان خون. جریان خون یعنی سعی کنین جریان خون مغزتون ریلکس باشه. میتونین دراز بکشین، چشماتون رو ببندین، چند تا نفس عمیق بکشین، مثل همین کاری که من الان کردم. اگه به مواد قندی نیاز دارین یه چیزی بخورین، قند طبیعی ها، نه مثلا همش قند مصنوعی. به این میگن استراحت، یعنی مغزتون فعالیتی نکنه، آروم باشین، بدنتون ریلکس باشه. به این میگن استراحت، نه اینکه شما بری اینستاگرام. بیشتر اتفاقا از درس خوندن انرژی مغز رو میگیره. خب
پس به این نکته دقت کنین که استراحتتون استراحت باشه. حالا شما میخواین میگی من که ربات نیستم، یه کاری دوست دارم بکنم، مثلا دوست دارم یه ساعت با دوستم حرف بزنم، برم بیرون، واحد براش بذار، واحد نیم ساعته بذار، یک ساعته بذار و تو اون نیم ساعت یک ساعت اون کارو بکن، بعدش استراحت کن. اتفاقا یعنی اگه یک ساعت اصلا تو تایم میذاری بری تو گوشی، بعدش 15 دقیقه استراحت کن، بعدش بیا درس بخون. خب این نکته رو مد نظر قرار بدیم. اصل بعدی تنوع مطالعاتی خیلی شخصیه، یه قانون کلی صدق نمیکنه، ولی اکثریت جامعه، نرم جامعه اینطوریه که من میگم روزای تعطیل 5 تا 7 درس، خب روزای مدرسه 3 الی 5 درس مطالعه بشه. الان چون فقط اختصاصی از این بحث تنوع مطالعاتی زیاد مهم نیست دیگه. ساعت مطالعه روزانه شخصیه، با توجه به عادتهای فردیتونه، میزان ضعف و قدرت توی درس باید تنظیم بشه. با توجه به اکثریت باز ما میگیم روزهای تعطیل 10-12 ساعت بخونین، 10 ساعت برای پاییز خوبه و روزهای مدرسه 6 الی 8 ساعت بخونین، 6-7 ساعت واسه پاییز خوبه. حالا کم کم دیگه نزدیک کنکور میشیم باید افزایش پیدا بکنه. واحد مطالعاتی جبرانی بزنین، 10% واحداتون جبران باشه. استراحت و تفریح بذارین، مثلا پاییز یه نیم روز تو هفته رو بذارین استراحت کنین، حالا هر روزی که خودتون ترجیح میدین. یه استراحت تفریحی منظورمه. این استراحت دیگه با اون استراحتی که گفتم فرق داره. زمستون افراد قوی یه نیم روز تو هفته، افراد ضعیف یه نیم روز تو 2 هفته. بهار یک نیم روز تو هفته یا یه روز توی 2 هفته مناسب هستش. خب بسیار وابسته به عادت شخصیتونه، ولی کم کم به سمت صحیح ببرین. سمت صحیح یعنی این که شب زود بخوابین، صبح زود بیدارشین. شما ممکن الان 3 بخوابی 11 بیدارشی، باشه درست هم میخونی، ولی کم کم سعی کن به سمت حالت طبیعی و نرمال ببری. یه دلیلی داره، مطمئن باش که ما شبا زود میخوابیم، صبح زود باید بیدارشیم. یعنی وقتی این اتفاق افتاده، خب یه دلیل بیولوژیکی داره که ما تو تکامل به این رسیدیم. بهترین تایم اینه که 11-12 شب بخوابیم، 6 و 7 صبح بیدار بشین. حالا این یک سری توضیحات علمی هم داره که مثلا ما تو خواب 2 تا فاز داریم، PREM REM. توی فاز PREM میاد اون اطلاعات زائد مغزمون رو میگیره، توی REM اطلاعات مفید ذخیره میشه که اینا توی خواب شبانه خیلی بهتر اتفاق میفته. تایم خواب باید نظم داشته باشه، اینطور نباشه یه روز 11 بخوابی، یه روز 4 بخوابی، یه روز 9 شب بخوابی. حداقل ما 6-8 ساعت خواب در کل روز کافی و مناسبه. ما میگیم حداقل 5 ساعتش متوالی باشه، یعنی شب باشه. بهترین حالت هم اینه که 6 ساعت شما شب بخوابی، 1 ساعت 45 دقیقه، اونم نه 1 ساعت، 40 تا 45 دقیقه خواب ظهرگاهی داشته باشین. که حالا این خواب ظهر خیلی تاکید دارم بیشتر از 45 دقیقه نشه. علتش حالا انشالله این کارگاه جاش نیست، توی مطالب آینده بهتون توضیح میدم. ترتیب مطالعه دروس: 2 تا درس اختصاصی، 1 درس عمومی. حالا مناسب درس همجنس پشت سر هم نباشه، مثلا ریاضی فیزیک رو پشت سر هم نذارین تو واحد مطالعاتیتون. قاعده کلی وجود نداره، ولی اون چه صحیح تره اینیه که گفتم، در اوایل و اواخر روز درس‌های نقطه قوت و در اواسط روز درس‌های نقطه ضعف قرار بگیره. روزانه 15 الی 13 دقیقه به ورزش‌های سبک اختصاص بدین. ورزش سبک نرمشیه، بزنین توی یوتیوب نرمش‌های صحیح رو برای ریلکسیشن و درس خوندن بهتون میده. خب تعیین فعالیت ثابت و متغیر هستش. شما در ابتدای برنامه ریزی، این گام اول برنامه ریزیه، مشخص کنین که اون هفته چه فعالیت ثابتی دارین، کلاس‌های کنکورتونه، روندهای درمانیتونه و غیره، کاری که مثلا مشخصه که اون روز باید انجام بشه. توی سال کنکور فعالیت غیر درسی و غیر ضروری کنار بزنین، کلاس موسیقی و ورزش سنگین که انرژی میگیره، تایم میگیره، اینا رو کنار بذارین.
و اینو بدون که برنامه ریزی شاید هفته‌های اول سخت باشه، به مرور طی 2 الی 3 هفته آسون میشه. اینم بهتون بگم بچه‌ها، من این کارگاه برنامه‌ریزی رو چند سال برگزار میکنم. برای مشاورین زیادی بهم پیام دادن که اعتراف کردن که کلاً برنامه‌ریزی دانش آموزاشون رو بر اساس این کارگاه‌های من انجام میدن. پس این کارگاه‌ها انقدر کامله که میتونین به طور کامل باهاش برنامه‌ریزی انجام بدین. اصول برنامه‌ریزی اینجا آوردم دوباره: تعادل تنوع واحد زمانی، استراحت تفریح، خواب و ترتیب مطالعاتی هستش. خب الان میخوایم عملیات بدیم. یه دونه مثال عملیات میدیم که شما چطوری مطالعاتون رو انجام بدین، برای برنامه‌ریزیتون رو انجام بدین برای کنکور. خب گام اول، واحدهای مطالعاتی هفته‌تون رو مشخص میکنید. مثلا میگین من روزای مدرسم 5 واحد 90 دقیقه‌ای میخونم، خب یعنی 7 ساعت و نیم. روزای تعطیل 7 واحد میخونم، یعنی تقریبا 10 ساعت و 30 دقیقه، 10 ساعت و نیم. خب این واحداتون مشخص میشه. خب تعیین کارهای ثابت. یه سری کار ثابت داریم، مثلا من شنبه کلاس ریاضی دارم، 2 واحد ازم کم میکنه، 3 ساعت کلاس ریاضی. دوشنبه کلاس شیمی دارم، 3 شنبه استخر میرم، 5 شنبه هم کلاس زیست دارم، 3 واحد ازم میگیره. خب میان تعیین واحد هر روز میکنین. اینجا ما پشت دانش آموزمون خب روزای مدرسه 5 واحد داشت، شنبه 2 کلاس ریاضی داشت، پس 3 واحد براش میمونه. یک شنبه 5 واحد داره و الی آخر. پشت کنکوریمون روزی 7 واحد داره، ولی شنبه چون کلاس ریاضی داره و این شنبه شده 5 واحد. خب حالا این کارو کردین، واحدهای هر درس رو مشخص میکنین که برای هر درس چند واحد. اینجا من پشت کنکوری رو دارم برنامه‌اش میریزم، جمعاً 40 واحد داشت. واحد عمومی رو بذار کنار. گفتم 10-20% بذار برای عمومی. 10-20% 40% میشه 6 واحد حدوداً، که دقیقا من 15% جدا کردم. خب اینجا یعنی من 34 واحد گذاشتم. حساب میکنین. برای ریاضی فیزیک روزی 7 واحد میمونه، برای زیست 11 واحد، برای شیمی 8.5 واحد، زمین شناسی 1 واحد. حالا واحدهای هر درس مشخص شد. بیاین واحدها رو توی هفته بچین. گفتیم چی اصول؟ تعادل مطالعاتی. خب این واحدها تعادل رو برقرار کردیم. تنوع مطالعاتی، اینطور نباشه که روزی 3-4 واحد زیست بخونی، نه، تقسیم کن. شنبه 5 واحد داشتی، ببین اینجا زیستا رو بشمار، 11 واحد قرار بود بذاریم. یه روزایی رو من 2 واحده گذاشتم، یه روزایی رو 1 واحده. اون روزایی که میبینی 7 واحد درس ندارم 1 واحده گذاشتم که واسه درس دیگه هم وقت داشته باشم بخونم. خب بقیه رو 2 واحده. شیمی گفتیم 8.5 واحد. این هفته من شیمی رو 8 واحد میخونم. من یه نکته رو یادم رفت بهتون بگم، اینو بگم بعد بیام روی این واحدها. خب آیه قرآن نیستن، با ضعف و قوی بودن شما در دروس عوض میشن. تو ممکنه بگی من شیمیم قویه، ریاضیم فوق‌العاده ضعیفه، 2 واحد از شیمی بکن این هفته بده به ریاضی. یا این هفته برنامه زیست سبک واسه آزمون، 14 صفحه مولکول اطلاعاتی میاد. برنامه فیزیک خیلی سنگینه، فیزیک حرکت شناسیه، 2 واحد از زیست بکن بده به فیزیک. اینا رو خودت باید انجام بدی بر اساس شرایط خودت. حالا شیمی رو اینطوری چیدم، دوباره ریاضی و فیزیک تقسیم کردم دوباره، و در آخر اونایی که مونده واحد عمومی است. اینطوری شما میدونی این هفته چیکار کنی. این برنامه یه اشکال داره، حدس بزن چیه؟ ترتیب. گفتیم آقا دروس همجنس پیش هم نباشه، پس شما ترتیبش هم بر اساس خودت میچینی. گفتم چی؟ گفتم دروس قوی
اول و انتهای بازه. زیست و شیمی قویه، واحد 1.5 بذار، ریاضی فیزیک ضعیف بنداز 3 4 2 یا هر جوری که خودت میدونی. حالا این واحدات هم مشخص شد که آقا من هر روز تو هر واحد 90 دقیقه ایم، 75 دقیقه ایم یا ساعتیم چی میخونم. خب حالا حجم مطالعاتیت رو تعیین کن. آقا این هفته من میخوام برنامه آزمون اینامو بخونم. این دقیقاً آزمون اول قلمچی این بخشی از برنامهشه. من میخوام هفته اول مثلا فیزیک 12 بخونم، هفته دوم بذارم واسه پای. این هفته اول من. حالا به هر صورتی این مثال بچه ها. خب بیا بگو چند صفحه درسنامه داری، چند تا تست براش. بعد حجم رو روزانه کن. بگو من توی هر واحد 90 دقیقه زیست مثلا 3 صفحه میتونم درس بخونم، 30 تا تست بزنم. کمی بیشتر. آقا من هر 3 صفحه زیست رو توی یه واحد میخونم، پس 5 واحد براش میخوام، 15 صفحه دارم. هر 30 تا تست زیست رو یه واحد میزنم، 4 واحد میخوام، 120 تا تسته. پس کلا من 7 واحد زیست اینجا میخوام. ببخشید 9 واحد میخوام. اون 2 واحد هم آقا مرور پیشروی برنامه هفته بعد. هر کاری که دوست داری. خب حالا شیمی میگه آقا من 23 صفحه درسنامه، 30 صفحه درسنامه دارم، 150 تا تست. هر 5 صفحه درسنامه شیمی من یه واحد میخونم. 6 واحد مطالعه میخوام، 150 تا تستم دارم، 5 واحدم تست زنی میخوام. خب تو که 8 واحد شیمی داشتی، اینجا چی کار میکنی؟ 11 واحد میخوای. آها، یه سبد داریم داشته ها، یه سبد داریم خواسته ها. اینا باید به هم نزدیک بشه. چند تا کار میتونی بکنی. واحد یه درس دیگر رو بگیر این هفته بدی به شیمی. کار دوم برادر من چی کار میتونی بکنی؟ آفرین، یکم از خواسته هات بیای پایین. بگی اشکال نداره 100 تا تست میذارم، 50 تا تست بعدی رو میذارم مروری میزنم. خب اینا رو به هم نزدیک میکنی. حالا که مشخص شد همه اینا، میای یه چک لیستی میسازی واسه خودت از این برگ کوچولوها، دفتر یادداشتا. 7 روز تو بنویس، 7 روز هفته تو بنویس. چطوری؟ بالای صفحه بنویس جمعه 9 مهر مثلا. خب پایینش بنویس زیست تو پرانتز 2 واحد. میخونم، گوش بده. چی کار میکنم؟ صفحه 6 تا 11 رو میخونم، تست 54 تا 84 هم میزنم. همون واحدهایی که اینجا ساختی واسه خودت. شیمی یه واحد دارم، درسنامه اسیدای رایج رو میخونم، تست 28 تا 41 هم که مربوط به اونه میزنم. فیزیک 2 واحد دارم، نمودارهای مکان زمان سرعت زمان رو هم میخونم هم همه تستاشو میزنم. چون اینجا مشخص شده که توی 2 واحد من میتونم مثلا 60 تا تست فیزیک رو با درسنامهش بزنم. خب یعنی درسنامه‌شو بخونم و 30 تا تست رو بزنم توی هر واحد. اینجا که 2 تا واحد دارم 60 تا تست داره، اون میتونم همه اینا رو کار کنم. ریاضی یه واحد، ترکیب تابع تست 108 تا 135 و درسنامه‌شو میخونم و خودش هم میذارم. یه واحدم عمومی دارم که حالا من ببینید بچه‌ها هر کدوم از اینا باید کاملتر راجبش صحبت بشه. مثلا اینکه فیزیک ما توی برنامه‌ای که داریم توی یه واحدمون چیکارا بکنیم، ریاضی چیکار بکنیم، عمومی چیکار بکنیم، که اینا رو توی ویدیوهای روش مطالعه بهتون آموزش میدم که به زودی میاد. ولی اینجا بذار کارتون رو یکم راه بندازم، یکم توضیح بدم. زیست شناسی مطالعه و تستش جداست. یه واحد آقا من میخونم، کتاب درسیمو میخونم، از درسنامه کمک میگیرم که نکات رو بهتر بفهمم. یه واحدم تست دارم، تست رو وقتی میزنم
میرم از کتاب کمک میگیرم که اینجا اشتباه تشخیص دادم، خب کجای کتاب خوب نخوندم. شیمی درسنامه جداست، تستم جداست. درسنامه رو میخونم، مثلا یه واحد دارم که باید 3-4 تا درسنامه بخونم، 3-4 تا از درسنامه های مثلا ساختار لوئیس رو بخونم و موازنه رو بخونم. حالا جزوه است درسنامه سرچی. تستم جدا. ریاضی فیزیک بهترین کار اینه با هم باشه که آقا من میگم 20 تا تست رو من با درسنامه هاش توی یه واحد میخونم. حالا این مقدارش به خودتون بستگی داره و یه جایی میبینید مثلا 20 تا تست 4 تا درسنامه داره، یه جایی میبینید یه درسنامه داره، یه جایی میبینید اصلا درسنامه نداره. اینا خودش برنامه خود تنظیمی داره دیگه. شما یه جا عقب میافتی یه جا دیگه جبران میشه، نگران نباش. یه روز نرسیدی روز بعدش تو واحد بعدی فیزیک جبران میشه. خب این کارهایی است که باید انجام بدیم. راجع به عمومی ها بچه‌ها من دوباره ویدیو جدا دارم، بذارین نوشتار نهایی کامل توضیح دادم که چطوری بخونین و چیکار کنین. خب برنامه رو یاد گرفتین، ویدیو تموم شد. خب من یه مرور بکنم. ما چند تا اصل داشتیم برای مطالعه. یک تعادل میگه که درصدهای میانگین هرچه پراکندگی کمتر داشته باشن خب رتبه بهتری میدن. اصل تنوع توی روز 2-3-4 تا درس بخون. اصل واحد زمانی گفتیم تقریبا 75 تا 90 دقیقه درس بخون، 15 دقیقه استراحت. گفتم استراحت یعنی مغز استراحت کنه، نه اینکه درس نخونی. استراحت و تفریح گفتم که چند واحد بذار توی هفته. خواب رو گفتم بهترین حالت اینه شب 12 بخوابی، صبح 6 و 7 بیدار شی. بهتره 5-6 ساعت از خوابت متوالی باشه، خواب زورگاهی 45 دقیقه باشه و ترتیب مطالعاتی. بعد گفتیم چیکار میکنین؟ واحدهایی که تو هفته دارین رو مشخص میکنین برای هر روز. میاین برای هر درس جدا میکنین و هر درس رو مینویسین که من توی هفته هر روزش چند واحد زیست میخونم، چند واحد شیمی دارم و چند واحد فیزیک. حجم مطالعاتیتون رو تعیین میکردین، مشخص میکردین که هر روز باید چیکار بکنین توی این هفته و اینا تبدیل میشد به یک چک لیستی که اینجا میبینین. چک لیست روزانه‌تون رو باید تیک بزنین. هر کاری که میکنین این کارو لطفاً این چک لیست طلاست. هر روشی برنامه میریزی چک لیست بساز. میای زیست رو که خوندی یه تیک میزنی، شیمی رو خوندی یه تیک میزنی، فیزیک یه تیک. یه دونه مربع این پایین گذاشتم، این واسه کل روزته، تیک بزن. روزه بعد میای درس میخونی میدونی از روز قبل کامل کردی یا نه. خب بچه پرسش های خودتون رو در مورد برنامه ریزی هر سوالی دارین به آیدی ارتباطی من بفرستین، نوشدارو QA. هر پرسشی بود من پاسخ میدم، راجع بهش سعی میکنم توضیح بدم بهتون و نکاتی که لازم هست رو خدمتون عرض بکنم. ما توی گروه مشاوره نوشدارو هم 5 نوع طرح مشاوره ای داریم: کیمیا، مرهم، نگین، نسیم و اکسیر که حالا مشخصاتش رو میبینید. این هم اگه دوست داشتین یا نگاهی بکنین. اگر قصد مشاوره خصوصی با ما رو داشتین میتونید تو هر کدوم از این طرح‌ها ثبت نام بکنین. به طور کامل براتون برنامه‌ریزی رو شرح دادم. مطمئن باشین بدون نیاز به مشاور، بدون نیاز به هیچ کسی میتونین برنامه خودتون رو به این روش بریزین. هر سوالی هم داشتین در خدمتتون هستم. با آرزوی موفقیت و مؤید شدن. خدا نگهدار.